پادشاهی بود به نام سلطان مراد ترک، سلطان مراد دو. این شخص اروپا را در محاربه کوسوو تارمار کرد، بالکان را ضبط کرد، حتی که استرالیا را احاطه کرد. او زمان یک امپریای بزرگ بود استرالیا، امپریای استرا-ونگریا میگفتند. احاطهش کرد، در در همو استرالیا، در در وینا سپری خچ زد و صورت غالب تمام اروپا در نزدش میلرزید. از ترس سلطان مراد دو یگان کشتی اروپایی به اجازه در بحر بیرون زمین حرکت کردن نمیتونست. محمد اقبال لاهوری صفت میکنه سلطان مراد که چی نوع پادشاهی داشته، چی عدلی داشته. محمد اقبال حضرت میگه بود معمار ز اقلیم خوجند، در فن تعمیر نام او بلند، ساخت آن صنعتگری فرهادزاد، مسجد با امر سلطان مراد. یک معمار بدست خوجندی. این خوجندی ها و استراوشنی ها و اسفرگی ها ایام قدیم الایام معمارای خوب بودن، نامدار بدیان. در زمان همین سلطان مراد دو به امر پادشاه یک مسجد می سازد. خش نیامد شاه را تعمیر او، خشمگین گردید از تقصیر او. همون تعمیر شکلی درست کرده مسجدش بخدا به پادشاه معقول نشد. هر کس به خودش یک سلیقه داره. بعضی چیزی هست یک کس ده معقول است، دیگر کس ده شاید اونقدر معقول نشود. همون لباسای تنگ ده این جوانای ما میزیبه، اگر آدمی کلوسالا پشونی تلخش میکفه، تیزتر بکشم ای تنم میخره گفته. یا هم بعضی لباسایی که همش رشته ها خطی دختگی، رشته های سیمی خطی، اما شلدر شلدر، آخه او برقاصه ها میزیبه. بخو مرد مسلمان همتری لباسا را بپوشه. اما بعضی ها ده معقول است، اما هزار که نصیحتش میکنیم با میبینی در تنش همون گشت است. خش نیامد شاه را تعمیر او، خشمگین گردید از تقصیر او. آتشی سوزنده از چشمش جهید، دستی آن بیچاره با خنجر برید. پادشاه هست آخی، غضبش کرد، گرفت خنجر از زد به شست، دستی بیچاره را قطع کرده. جوی خون از ساعدی معمار رفت، پیش قاضی ناتوان زار رفت. بیچاره بندیده از شکپیده پیش قاضی اومد، گفت ای پیغام حق گفتاری تو، حفظ آیین محمد کاری تو. سفتگوش سطوت سلطان نیم، قطع کن از روی قرآن دعویم. گوه قاضی ترا وظیفت است امر خدای تعالی را باید که پهن کنی، تو باید پشتیبانی از بندگان خدا کنی. من غلام حلقه برگوش این پادشاه نیستم، من یک کارگر و مردی کار هستم. سپارش کردن اومدم کار کردم. پادشاه چه حق داشت که دستی من نمیبره؟ از روی قرآن میخواهم که حکم فیصله کنی. قاضی عادل بدندان خسته لب، کرد شهر رو در حضور خود طلب. سبحان الله. سلطان مراد را که یه اروپا در نزدش میلرزید، پادشاه دعوتش میکنه که کوبیای بلو چیکویت شده است. این را اسلام میگن. رنگ شه از هیبت قرآن پرید، شه خدا ترس. او شه خدا ترس بود که تا این روز نامش بگیریم. نباشه تری پادشاه و پادشاه بچه ها میلیون ها گذشتگیان. رنگ شه از هیبت قرآن پرید، پیش قاضی چون خطاکاران رسید. گفت شه از کرده خجلت برده ام، اعتذار از ظلم خود آورده ام. پادشاه اومد که به خدا شرمنده ام از کاری کردگیم، اگر علاجش باشه همین را یک بلو کنیم خلاص کنیم، معمار را راضی کنیم، مقصد از بحری دعواش بگذره. گفت قاضی فی القصاص آمد حیات، زندگی یابد از این معنا ثبات. عبد مسلم کمتر از احرار نیست، خون شه رنگین تر از معمار نیست. قاضی گفت ما حق نداریم، اینجا قصاص هست. خون پادشاه از خون معمار سرختر نیست. در اسلام بنده و مولا همه برابر هستند پیش خدا و پیش قرآن.
چون مراد این آیه محکم شنید دست خود از آستین بیرون کشید. سبحان الله. این پادشاه و این جوانمرد وقتی دید که نمیشید از چرز بازی قطعی پول قطعی نمیشید از دستش کشید گفت اینا بگیره قطع کنه. مدعی را تاب خاموشی نماند، آیه بالعدل والاحسان خواند، گفت از بحر خدا بخشیدمش. این معمار هم دید جوانمردی پادشاه را به این حد که نمیگه که نامعقول کرده، در کار باشه خوزیت هم میکشم همه تنیست و نابود میکنم. خیلی نه، دست وقت دید که کشید برابر که بگیره قطع کنه، یک پادشاه جوانمرد اسلامی که عاقبت الامر در جنگ شهید شد، این شهید شد است به درجه شهادت رسیده. گفت از بحر خدا بخشیدمش، از برای مصطفی بخشیدمش. این اسلام برادرو دو اکودادر جنگ میکردن با هم دیگر جنگی در همین محله، هر دش جمع آوردیم که آشتی کنه 3-4 سال شد به هم دیگر قهری بدیان. اکش راضی نمیشه که با برادر خودش آشتی کنه. این عقل فراست. این مردک ها ببینه شخصی را که دست شقت کرده است گفت از بحر خدا بخشیدمش، از برای مصطفی بخشیدمش. یافت مور بر سلیمان ظفر، سطوت آیین پیغمبر نگر. پیش قرآن بنده و مولا یک است، بوریا و مسندی دیبا یک است. این قرآن همه را برابر کرده است، همه بنده خدا هستند. این عدل اسلامی. و این در زمان عمر عادل بود، عمر فاروق. گفت هیچ علاج نداری، مرده یا مشت یک مشت میخری یا گردنک تکج میکنی، التجا و التماس میکنی، شاید گناه تا ببخشم. اگر بخشید ما دعوا نداریم. جبله ابن ایهم با او کبر و با او غرور آیا راضی میشود که از یک بیچاره پایلوچ عذرخواهی کنه یا از این بدتر صبر کنه که مشتش بزنه؟ گفت یا امیرالمؤمنین یک روز مهلتم به فکر کنم. گفت مرحمت فکر کن. شبانه فرار کرد، گریخت، حج نو کرده، از ملک سرزمین مسلمانان خارج شد. میدونست که در کجای در خاک مرز اسلامی میشد، میقپیدنش. به قسطنطینیه رفت، کنستانتینوپل، نزد قیصر روم، قیصر نو خریستیان شد بدبخت. بعدم پشیمان میشود، این شاعر هم بدست پشیمان شد از کاری کردگیش. یک نظمش ماند است تا حال: تنصرت بعد الحق عورا للتما، فما یکو فیها لو صبرت لها ضرر. میگه که نصرانی شدم بعد حق، بعد که خدای تعالی چشمام بینا کرد، بعد که خدای بزرگ با اسلام مشرفم گردان، من احمق شدم. میگه از ترس یک مشت عورا للتما، اگر میگه صبر میکردم هیچی بلوم نمیزد آخی با یا مشت میشی. فادرکنی منها لجاج حمیه و بعت لها العین صحیحه بالعور. به سبب انمو سرکشی و تکبری جاهلیت چشم بینا و زیبا را به چشم کور و کجله عوض کردم. واقعا این دین نصرانی در مقابل دین اسلام مثل انمو چشم کجله و کور است. فیا لیت امی لم تلدنی و لیتنی صبرت علی القول الذی قاله عمر. ای کاش که میگم مادرم نمیزایدم، ای کاش که صبر میکردم با همون سخنی که عمر رضی الله عنه گفت، امروز نامسلمان نمیشیدم، امروز کافر و مرتد نمیشیدم. ایدای پادشاهی آخرانی بنی غسان بود در شام. پادشاهیگری عرب همین مقدار بود، همه سه حکومت پادشاهی داشتن. خب اکنون میگذاریم به احوال مکه، به عباداتی که مردم میکردن تا زمان اسلام. واقعا در مکه مکرمه خانه خدا قامت افروخته بود. از زمانهای قدیم الایام مردم خانه خدا را زیارت میکردند. دین حضرت ابراهیم علیه السلام بود. چند مدت همه مردم موحد بودند، اما آیسته آیسته با مرور زمان دیگه طریقه عبادت فراموش کردند. دست به بعضی کارهای زدن که نه به عقل درست می آید، نه به آیین توحید. در دیگه خانه کعبه مردان و زنان لشی برهنه شده، حیوان صفت
چرخ می زدن. در زمان عمرو ابن لحی خزاعی که سردار قبیله بنی خزاعه بود، گفتیم تا قریش در مکه بنی خزاعه رهبری میکرد، تولیت خانه خدا در ذمه اونا بود. این شخص عمرو ابن لحی بسیار شخصی عابد بود، بسیار عبادت میکرد، خانه خدا را طواف میکرد، درون خانه را حتی بریشش میرفت است. از اما خاطر مردمی را دوست میداشتند، احترامش میکردند. بار عمرو ابن لحی خزاعی به شام سفر میکند. بعد سفر شام همراهش یک بت را میآورد با نام هوبل. این بت از عقیق سرخ بود، به دست در داخل کعبه ماندش. گفت ای مردم، نعوذ بالله نمی خدای شما همین را عبادت کنید. الله همه شناختند، اما این را مثل فرزند الله میدونستند، نعوذ بالله، که شفاعت میکنه. چیزی را که خچه محافظت نکرده است، دستش کنده شده است، مردم عبادت میکردند. بعد بسیار بیزه بخی یا دسته در زمان قریشی ها با گرفتن یا دستی طلایی دیگه چسبوندنش، خودش از عقیق سرخ دستش طلایی کردن. اما بدبختی هوبل، این هوبل به شکل صورت انسان بود. مدتی مدید مردم عبادتش میکردن. بزرگترین بت در نیم جزیره عربستان انمی هوبل حساب میخورد. غیر از یک بت دیگر بود با نام لات، از سنگ تراشیدگی. این لات در طائف بود، در قسمت چپی مناره مسجد طائف. مرد اصلا بت بنی ثقیف حساب میخورد. اما مردم وقتی که به حج می اومدن از دیگر قبیله ها مکه که می اومدن، از مکه تا طائف نزدیک است، یک 70-80 کیلومتر می رفتن، همین را زیارت میکردن، همین را عبادت میکردن. دیگر از بت هایی که حتی ذکرش خدای تعالی در قرآن آورده است، احمقی مردم بیان کرده است، با نام عزا. این بت در نخله شامیه بود، در بالای ذات عرق، این به مکه نزدیک است، به قرب مکه. و این بت هم بت قریش و بنی کنانه حساب میخورد، مخصوص برای عبادتش مردم میرفتیان. و نهایت دیگر از بت ها منات، بت بنی خزاعه، اینا در مشلل نام یک موضع در نزدیکی بحر احمر درستش کرده بودن، مردم عبادت میکردن. خداوند در قرآن میگه افرأیت اللات والعزی و منات الثالثة الاخرى. آیا دیدی؟ گفت آیا میبینی که این مردم احمق چخیل در پیش لات، در پیش عزا و در پیش سیمشون منات سجده میکنن؟ این بدگهرها خدا را فراموش کردند، عبادت خدا را به عبادت نزد یک بت عوض کردیان. خداوند مذمت میکنه. عمرو ابن لحی در کتابا اومده است که جین داشته است، جینوره بوده است. یک روز همون جینش تلقینش میکند که بت‌هایی که در زمان نوح علیه السلام بودند و بعد آبخیزی در زیر لای و در زیر خاک موندن، همو در منطقه جیده هستند، در فلان موضع برو بکن بگیرش. در زمان حضرت نوح علیه السلام 5 بت سجده میشد، 5 بت معروف بود که خدای تعالی در قرآن آورده شد: ود، سواع، یغوث، یعوق و نصر. حضرت نوح وقتی که به سطح آمد به خدا مراجعت کرد که رب انهم عصونی، پروردگارا این مردم استشان کردن به من، اینو گپی من گوش نمیکنن. و قالوا لا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث و یعوق و نصر. این سروراشو میگن که گپی نوح گوش نکنید، شما عبادت ود، عبادت سواع، یغوث و یعوق و نصر ترک نکنید. آن همین بتخوره. این عمرو ابن لحی جوانمرد در خوابش میبینه یا همون وسوسه جین قطعی میروه از جیده پیدا میکند میورد. ود به صورت انسان بود است، مرد به شکل یک مرد بود است. در بعضی جا اومده است که از سرب ریخته شدگی بود است. وقتی طوفان حضرت نوح شد در همون موضع جیده همونجا زیر خاک موندیان دیگه باقی بدیان. ود به بنی کلب رسید، یکی از قبایل عرب.
گرفتن به سرزمین خودشو بردنش به دومت الجندل. این دومت الجندل یک موضعی هست بین شام، در منطقه شام است، نزدیک به سرحد عراق. دومش سواع، او به شکل زنبد است. سواع به شکل زنبد. قبیله حذیل ابن مدرکه صاحب ایبت شدن. در وقت حج عمرو ابن لحی خزاعی گرفت تقسیمش کرد همین به طوره که هر کدمت به منزلات تو بره و سجده کنه. یغوس به شکل شیر بد میگه، شکل صورتش مثل شیر بد است. ایره قبیله بنی قطیف گرفتن به سرزمین سبا بردنش به یمن. یعوق به شکل اسب بد است شکل صورتش. او را بنی همدان گرفتن، قوم بنی همدان در یک دهه به نام خیوان بردن راستش کردن و بنی همدان و دیگر قوم های عرب به عبادت و به زیارتش می رفتن، در نزدش قربانی ها می کردن و نهایت این نصر به شکل عقاب بد است. ایره حمیری ها به مملکت خودشو می برن، در بنی ذی‌الکلاع در همون موضع و محولی اونا مستقرش کرده بودن، عبادت میکردن. اینها هستن همون چیزایی که بسیار معروف و مشهور بودن در نیم جزیره عربستان و مردم در نزدش عبادت میکردن. غیر از این بت پرستی که در نیم جزیره عربستان شایع بود، همچنین چنانه که پیشتر ذکر کردیم بعضی از عرب ها دین یهودیت قبول کرده بودن، مثل گفتیم که ذوالنواس یمنی قبول کرده بود و همچنین یهودی ها هم زیاد زندگی میکردن در منطقه حجاز. اصلا یهودی ها چندین مهاجرت دارن. این مردم ناآرام هستند. در تاریخ همیشه وقتی که خدای تعالی دولت شو میته، قوت شو میته، یگان نامعقولی میکنن، اخیر زیر زبر میشون، روشون در گور در تمام دنیا پهن میشون. این همین سبب پهن شدن شو همی است. تا زمانی تولد رسول الله صلی الله علیه و سلم بنی اسرائیل دو مهاجرت بزرگ ایسر گذرونده بود. یکیش قبل از میلاد بود. در سال 587 بختالنصر پادشاه بابل رفت بیت المقدس ضبط کرد، به خاک یکسان کرد و مسجدی را که حضرت سلیمان ابن داوود درست کرده بود او را گرفت چپگردان کرد. مردای یهود بعضیش قتل عام کرد، بعضیش از دم شمشیر گذرون، بعضی دیگرش همراه زنها و کودکا به غلامی فروخت و به بابل برد همچی غلام. هجرت اولش از همون زمان شروع شده بود. بعدا در سال 70 هجری در زمان رومی ها در ابتدا بنی اسرائیل کردار نشده بودند، یعنی دولت داشتن. اگر فیلم های درباره حضرت عیسی را شما تماشا کرده باشی همونجا میبینی که پادشاهی بنی اسرائیل بود، حتی یک بدبختی بود با نام هرود، اما در سال 70 شورش برداشتند بنی اسرائیل. این مردم جنگاور علیه السلام هوای دهنند و رومی ها پره تارمار شو کردن. مسجدی را که بعدی چپا کردن بختالنصر از سر ساخته بودن، همین مسجد اقصی را باز از نو گرفتن رومی ها چپا کردن. بعد در همیشه قبایل کلان یهود از منطقه فلسطین خارج شد و آمدن به حجاز، خاصتا در اطراف مدینه مستقر شدند. از جمله یک چند قبیله بزرگ، 4 قبیله بزرگ در تاریخ آمده است. یکی با نام بنی خیبر که در منطقه خیبر نزدیک به مدینه منوره یک شهرک است، همونجا مستقر شدند. 3 قبیله دیگر با نام بنی نذیر، بنی قینقاع، بنی قریظه در خود مدینه و در حوالی مدینه بودند. اینا با جور و ظلم بسیار میکنن. برای همون در ابتدا ذکر تو کردم که یهودی ها زندگی میکردن. البته از میان عرب ها هم بعضی ها دین یهودی را قبول کردن، اما انگشت شمار بودن، اونا شمارشو بسیار کم بود. اصلا خودی هم یهودی ها بودن. و همون ذوالنواس یمنیه که گفتیم بدگهر نصرانی های نجران قتل عام کرد و حتی یک خندق بزرگ کنده و گلخند در او درگیران، از 20 تا 40 هزار نصرانی را در همونجا سوزانده است. همون را انمی یهودی های بنی قریظه سرشگران کردن بیچاره را. اومده بود باره به مدینه، اینو در دین خود گذراندنش. 2 نفر از نماینده های همین بنی قریظه 2 احبار اینا را میبره
اینا گفتم که جای رفتن آرام نمیشتن. البته خونه او آدم تا نسوزونن آرام نمیگیرن. کار کردن که زنوس برزیدی مردم خودش برانگیختن، برزیدی نصرانی های نجران خیست، مجبورشون کرد که دین یهودی را قبول کنید و وقتی که قبول نکردن گرفتن همون گلخانه تشکیل کرد و در آتش سوزوند. چون قصه شو در قرآن اومده است، در سوره بروج قتل اصحاب الاخدود، هلاک شود میگه ای اصحاب اخدود. اصحاب اخدود زنوس و دمروانش بدن از یهودی ها. همچنین دین نصرانی در نیم جزیره عربستان بود. بعضی عرب ها دین نصرانی را قبول کرده بودند، خاصتا در همین منطقه نجران یمن زیاد بودند. بعدا در شام بنی غسان، پادشاه های بنی غسان همه نصرانی شده بودند. بسیاری از قوم و قبیله بنی تیم نصرانی شده بودند. حمیری ها یک عیده شو دین نصرانی را قبول کرده بودند. و در سرحدهای ایران خاصتا در بحرین مجوسی ها نیز وام خوردند که دین زردشتی را، عرب هایی که دین زردشتی را قبول کرده بودند و در همون منطقه زندگی میکردند. این بود یک تاریخ بسیار کوچک و فشرده و مختصر درباره دین و دیانت در نیم جزیره عربستان. اکنون برادرای عزیز میایم با نسب شریفه رسول الله صلی الله علیه و سلم ان شاء الله الحال نمبرشو میکنیم و از هفته آینده اگر خدای تعالی امکان بده بعد درباره تولد رسول الله صلی الله علیه و سلم صحبتمون ادامه خواهیم داد. نسبت رسول الله صلی الله علیه و سلم سه نسب در تاریخ آمده است. یکیش صحیح است، دوی دیگرش از بس که روایات اسرائیلی هستند. برای می حتی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگفت که نسب شناسان دروغ گفتند یا دروغ میگویند. قسم اول از پیغمبر صلی الله علیه و سلم تا عدنان. ما گفتیم که قریشی ها عرب های عدنانی هستند. اصلا فرزندای اسماعیل علیه السلام با نام عرب عدنانی یاد می شوند. تا عدنان از پیغمبر صلی الله علیه و سلم تا عدنان 21 پدر گذشته است. این صحیح است. قسم دیوم از عدنان تا اسماعیل علیه السلام اینجا میگن 40 تا گذشتگی، 40 پدر. حتی در کتابای تاریخ آوردن همی 40 تا، اما او شبهناک است. قسمت سیوم از اسماعیل علیه السلام تا آدم علیه السلام، در اینجا هم 20 نفر دیگه گذشتگی، 20 شخصی دیگه. خب برای ما مهمتر همون قسمتی هست که تاریخاً ثابت شدگی است و درست است و خود رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست تا همون مقدار ذکر میکرد. یعنی محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب ابن هاشم ابن عبدمناف ابن قصی ابن کلاب ابن مره ابن لعی ابن غالب ابن فهر ابن مالک ابن نظر ابن کنانه ابن خزیمه ابن مدرکه ابن الیاس ابن مزر ابن نزار ابن معد و ابن عدنان، بابای 21 رسول الله صلی الله علیه و سلم همون عدنان تاریخی است که در جنگ با بختالنصر وقتی که عرب ها بر ضد بختالنصر خیستن و نگذاشتن بختالنصر که بیت المقدس خراب کرده بود ملک عرب ضبط کند، همه عدنان بابای 21 رسول الله صلی الله علیه و سلم پرچم بردار عرب بود. نسب بسیار شریف، نسب بسیار بزرگ. خب قریشی ها از زمان قصی ابن کلاب مکه را در اختیار خود گرفتند. من قصه شد 2 هفته پیش کرده بودم. چین قصی ابن کلاب در مکه سر قدرت اومد، دختری حلیل خزاعی را گرفته بود، سردار قبیله بنی خزاعه را آهسته آهسته سرداری و رهبریت مکه به دستش گذاشت. خب گفتم که قصی ابن کلاب فرزندای زیادی داشت، خاصتا 2 نفرش بسیار معروف هستند، در تاریخ نامشو مانده است. یکی با نام عبدالدار که پسر کلانی بود، دیگری عبدمناف. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم از عبدمناف ریشه میگیرد. خب عبدمناف
پسر دارد با نام هاشم. اصلا از عبدمناف 4 پسر مونده است: هاشم، عبدالشمس، مطلب و نوفل. 4 فرزند دارد عبدمناف. چرا هاشم میگویند؟ این اصلا هاشم تخلص است، نام نیست. نام هاشم عمرو است، عمرو ابن عبدمناف. زیرا که وقتی که با پسر عمکاش بحث شجره شد در مسئله تقسیم وظیفه های مکه، وظیفه رفادت و سقایت به هاشم رسید. هاشم صاحبی کرده می وظیفه را. هاشم یعنی که کسی که میده میکنه، خورد میکنه. از بس که باری اول در تاریخ عرب حاجی ها را با سرید هاشم مهمانداری کرده است، نان در درون آبگوشت میده میکرده به حاجی ها هدیه میکرد. همین شوربای نونکی که خودمون بخوریم طبقکی، نان میده میکنیم، آن همین را سرید میگن. در ما همون سرید ترید شده است. ترید فقط متاسفانه در مسئله گاو استفاده میبریم، در مسئله آدم نه. حالا آنکه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود فضل عایشه علی سایر النساء کفضل الثرید علی سایر طعام. عایشه نسبت دیگر زنها مثل سرید نسبت دیگر طعام ها فضیلت داره. دیده که همین نان طبقکی چقدر با لذت های، خیلی لذت داره. کسی تاجیکستان بیاید همین خوردن های طبقکی ما را میبینه، حواسش میکنه، از همینجا یک طبق میبره خطیش. حتی برادران نقل کردن که در زاهدان رفتیم در جایی که اصلا این رسم و رسوم نیست، همون مولوی ها از همینجا گرفتیم بردیم. تمام میگه در طبق برداشتن از ما آوردن گذاشتن. همین کار از زمان هاشم شروع شده است. از همین خاطر عمرو تخلصش هاشم شده، به همین نام هاشم معروف و مشهور شد. هاشم باری اول در تاریخ قریش سفرهای تابستان و زمستان که قصهش در سوره قریش می رود، باری اول پایه‌گذاری هاشم کرده است. تابستان به شام می رفتند، زمستان به یمن به سفر می برمدند. سفرهای تجارتی را در نظر دارم. بار هنگام سفر به شام هاشم در مدینه منوره سلما فرزند عدی ابن نجار به زنی میگیرد و چند مدت همراه زن جوانش زندگی میکند. بعد راه خچ دوام میدهد و در فلسطین در منطقه غزه از دنیا میگذرد. قبر هاشم در فلسطین است، در منطقه غزه. سلما که حامله شده بود از شوهرش، بعد چند یک پسر میزاید، از بس که یک دو توری سفید هم در سرش بود است، نامش شیبه گذاشت. شیبه. و بعد چند مدت مطلب برادر هاشم آگاه می شود که از برادرش در مدینه منوره یک پسر مانده است. مردم به ناموس بودن، به عار بودن، مثل مردم ما نبودن که برادر پروای برادر را داشته باشه. سیله رحم اگر چند مسلمان نبودن در بینشون چنان رعایه میشد که ببینه از مکه به خاطر یک پسر برادر راه دور و دراز طی کرد به مدینه اومد. دید در یک جا کودککا سقه بازی دارن، هر کدام نام و نسبش میگه و سقه میزنه. ایستاد نگاه میکرد بازی کودککا را که نوبت یک نفرش چست چابک بچه 6-7 ساله سقه را در دستش گرفت. گفت من شیبه پسر هاشم، پسر عبدمناف، پسر قصی، پسر کلاب از قریش هستم. ای چشمای مطلب آب چکید، یافت جیانش یافت، گرفت آغوشش کرد، گفت میریم که به همون ملک پدرت میریم، همون ملکی را که تعریف و توصیف کردی. گفت من به اجازه مادرم رفتن نمیتونم. نزد مادرش آمد، مادرش گفت ینگه جان این باید برای ملک و تخت بخت پدرش صاحب شود، این فرزند ما است. و این زنم زنی عاقله اجازت داد. مطلب در پشت شترش این پسرک خورد شیبه را سوار کرد آورد. وقت داخل مکه شد مردم قریش گمان کردند که مطلب یک غلام بچه خریده است. نامش هم گفتن عبدالمطلب، یعنی بنده و غلام مطلب. هر قدر بیچاره گفت که هی مردم جاهل، این غلام من نیست، این پسری برادر من،
این جانشین من میشود. اما همون تخلص عبدالمطلب در شیبه خردکک دیگه ماند و چنانه که خطورم در کردید سخن درباره بابای رسول الله صلی الله علیه و سلم که حضرت در خردش بزرگ کرده بود میروه. متاسفانه وقت مو تمام شد اخی صحبت مشرین ای وقت تمام شد. در همینجا ان شاء الله صحبت قطع میکنیم و از عبدالمطلب قصه‌مون هفته آینده شروع میکنیم. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.